با عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان گرامی با کانال کلچقند خوش آمدید. هر جای دنیا که هستید صحت و سلامت، دور از گزند روزگار و لباس عزت و عافیت بر تن داشته باشید. 12 مارس 2020 کانال کلچقند با فعالیت شروع کرد. خدا نصیب کند این 12 مارس قریب 5 سال می شود از فعالیت کلچقند و من قریب هر سال در عرفه همین سالگرد تأسیس یابی کانالم ویدیوی حساباتی آماده میکنم. ویدیوی حساباتی از فعالیت کلچقند و من فکر میکنم که باید هر یک بلوگر حتما از حداقل در یک سال یک بار از فعالیت بلوگش باید ویدیوی حساباتی آماده کند که بلوگ او برای جامعه چه منفعت آورده است. و شکر خداوند ما دستاوردهای خیلی خوب داریم از کلچقند، نه تنها بانوان بلکه مردها هم می‌آموزند. از این رو کانال کلچقند علاقه کایها است که کانال اویلوی شده است و بسیار خرسندی آور است که بخصوصا مثلا جوانانی که با تحصیل میروند از هندوستان ما پیام داریم، از پاکستان، از بیشتر شهرهای روسیه که اونجا برای تحصیل رفتن یا برای مهاجرت رفتن و وقتی که دور از مادر و دور از وطن موندن برای خودشون وقتی تمام پختن خواستن در موندن و با کانال ما مراجعت کردند و اینجا برای خودشون یک چیز آموختن و با ما پیام های شادی و پیام های اظهار سپاس روان کردن که این بسیار مایه سعادت ما است. و بسیار یک پیام خرسندی آور برای خود من همین بود که یک جوانی که با مهاجرت به انگلیس می روند و با مادرشون مراجعت میکنن که اونجا چند وقتی که میمونن از چیزهای خشک خوردن میگن معده‌ام درد میکند. شما با مادرشون مراجعت میکنن که شما یگان طعام نشون دهید با طریق تلفن فهمونید و من اون رو پزم. مادرشان یوتیوب کانال کلچقند رو میدید و میگوید که همینجا درو و همه طعام ها رو اینجا آسان کرده فهموندن یاد میگیریم. و این جوان یکم طعام خامشوربا میپزد و وقتی خامشوربا میپزد در همون بینایی که مهاجران زندگی میکردن دیگر همین خامشوربا بسیار محبوب میشود. این کس قریب هر روز دیگر میپزن و میگن استاد دیگر طعام های شما رو یاد گرفتم و برای خودشان خلاصه و نه تنها برای خودشان باز برای دیگر مهاجران از دستورهای کلچقند طعام میپختند و باور کنید من وقتی این پیام رو گرفتم بسیار شاد شدم و ضمناً اگر همین شخص حالا ما رو میبینن در کامنت شاید نویسن خودشان قصه رو نقل کنن باز بهتر میشوند. خلاصه دوستان این است که پیام های خیلی زیاد که نه تنها زنها بلکه جوانان مردها هم از کلچقند یک چی آموختن و وقتی که ما این گونه پیام ها رو میگیریم خیلی شاد میشیم، میفهمیم که کاری ما بیفایده نبوده است و من همیشه میگویم که ما باید همه وقت با صفت کار نگاه کنیم نه به شماره. و شکر خداوند هم در یوتیوب کانالم، هم در اینستاگرام، هم در تیک تاک و هم قسما در فیسبوک هم که فعالیت میکنم در همه جا پیام ها و اون صورت گزارش هایی که روان میکنن از نتیجه کارشون میگیرم و بسیار شاد میشوم و بسیار باعث سرفرازی من است که شما باز صورت گزارش ها روان میکنید و ما بخش داریم با نام کارهای زیبای شما که اینجا نتیجه کارهای شما رو من پیشنهاد میکنم و دیگران تا ببینن که از کانال کلچقند مردم چی یاد گرفتن. برای همین سخن رو زیاد نمیکنم، نوبت با کارهای زیبای شما هست. قبلا با شما خداحافظی میکنم تا دیدار دوستانی عزیز. تشکر که با من هستید. کانال ما رو دستگیری کنید. کانال ما تربیوی است، اخلاقی است و دیگران رو هم دعوت کنید تا آنها هم بیاموزند و برای پیشبرد وطنمون، پیشبرد جامعهمون همه یک جا سهم گذار باشید. تا دیدار دوستان.